افراد زیادی وجود دارن که تو آینده منتظرتون هستن. شما اونا رو هنوز نمیشناسید، اما اونا اونجا هستن. بعضی تو زمان نزدیکتر، بعضی دورتر. تو یه فرشته‌ای؟ نه. میتونین هر کدوم یه درخواست از من داشته باشید. حقه‌ای در کار نیست. معلومه که هست. به نظر شما همین الان چند نفر تو این شهر خوشحالن؟ آدمای دیگه‌ای با نگرانی‌های مشابه، رنج‌های مشابه یا همین ترس‌ها بعداً جای ما رو میگیرن. شاید بعضی از مردم نخوان نجات پیدا کنن. شاید بعضی‌ها رو لازمه رها کنیم. ما مردیم؟ یه پسر بچه؟ بله. ما هم دیگر رو به یاد میاریم؟ به یاد آریانا. دخترم کجاست؟ بذار خودش انجام بده. امکان نداره. هیچ کس نمیتونه تو رو ببینه. خودم نمیخوام اونا رو ببینم. به نظرت میتونیم 2 بار بمیریم؟ حتی بیشتر از 2 بار. ما به زمان نیاز نداریم. اما نیاز داریم. زمان درد رو دور میکنه. کی به تو حق میده تو زندگی مردم اونم همچین لحظه‌ای وارد بشی؟ دیدن زندگی بدون ما دردناک، نه به خاطر اینکه زشتی یا زیباست، بلکه چون در هر صورت ادامه داره. اولین روز زندگی من. دوبله از گروه هنری دوپیو.